آقا اکتیویژن خیلی دست و دلواز شده. من بالاخره تونستم با CP رایگان بعد 20 بار زدن مانتاره بگیرمه. خیلیاتون شاید براتون سوال پیش اومده باشه که آقا با CP رایگان که اینقدر کمه چجوری من تونستم 20 بار بزنم. باید بگم که CP ریست شده و میخوام بهتون بهترین روش گرفتن CP رو توضیح بدم. آقا قضیه از چه قراره؟ این ایونت CP رایگانی که اکتیویژن آورده نصف مأموریتاش بازی کردن هر مودیه، فرقی هم نداره چه مودی باشه. از اونجایی که آقا فرق نداره چه مودی باشه، بهترین مود برای بازی کردن مود فریفورال مولتیه، چون که هم توی کمترین زمان ممکن مچ تموم میشه، شما میتونید مچ دیگه رو استارت کنین. همین که آقا دیگه نیازی نیست بری 30 مچ بتل بازی کنی خسته بشی. معمولا زرنگ هم باشین میتونین توی یه روز کل این ایونت رو جمع کنین. اگه تا اینجای ویدیو به دردت خورد لایک و ساب یادت نره، چون خیلی بهم انرژی میده.